خب دوستانی عزیز، جا دارد که عید سعید فطر را از صمیم قلب برای تمامی مهمانان خیلی البته در برنامه دیگه از مهارت‌ها و از اینا پرسان کردن. بله بله. میشه یکی از اون مهارت‌هایی که دوجه زیادتر براتون پرسان کردن و شما دوجه اجرا کردین برای از اینا خیلی خوشایند بود کدام؟ ما برهن سه وگه معکوس کنی چی میگه؟ نهربم. از بعد ما یه ذره در مسیر را که از کابل آمدم کمی خسته شده گستم. همین گرداندگی را میگذاریم برای خودت و مبرهنس میمان خودت است و این دوستایی که دیگه هستن نام میمانای خودت هستن میتونید از اینا سوال بکنی. چی گفتی؟ خب گپ نیست. اینا مایک میگیرم برای مبرهنس وطنای عزیز. امیدوارم همه‌تون جور و صحت سلامت باشین. البته امروز ما یک از شعرهای را براتون معرفی میکنیم که بیشترتون در رسانه‌های صوتی و تصویری دیدین. ما امروز مهمان زهرا جان هستیم. البته روز دوم عید است. مهمان زهرا جان هستیم. زهرا جان پیام عیدی دارن و درباره دستاوردهایش، درباره کارکردهایش که در مدت یک قدر وقت که اینا در بدخشان بودن چی کار کردن، چی دستاوردی داشتن دیگه از خودشون میفهمن. خوب هستین زهرا جان؟ شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و سلام خدمت شما استاد بزرگوار و همه مهمانان عزیز. خوش آمدید میگویم همه شما را به خانه ما و امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشید. سلامت باشین. تشکری بسیار زیاد. تشکر از شما. زهرا جان شما میتونین اول عید تبریکی بتین برای هموطنای ما که از طریق چینل یوتیوب خورشید بیان شما رو میبینن. درست. خب دوستانی عزیز، جا دارد که عید سعید فطر را از صمیم قلب برای تمامی مهمانان عزیز و تمامی هموطنان عزیزمان تبریک نماییم. سلامت باشین زهرا جان. چقدر کالای مقبول پوشیده هستی. تشکر. این انتخاب رنگ از خود است یا نه از خانه انتخاب کردن؟ چه رقم؟ از خانه انتخاب کردم. خب بسیار خوب. زهرا جان مدتی را که خودتان نبودین در رسانه‌ها، مخصوصا در رسانه در دیگر رسانه‌ها بودین ولی در رسانه خورشید بیان نبودین. و تصاویر ظاهر نمیشین. دلیلش چی بود؟ مصروفیت‌ها زیاد بود؟ سفرهایی داشتین؟ چی بود؟ خب ما یک مدتی رفته بودم. من سفر داشتم به کابل چون از تلویزیون آریانا دعوت بودم. بسیار خوب. چطور بود برنامه‌تان با تلویزیون آریانا؟ برنامه خوب بود؟ خیلی خوب گذشت. در برنامه گپی نو بود. گپی نو. بسیار خوب. چه قصه هایی داشتین اونجا؟ خب مثل همیشگی بحث داشتیم از سوال هایی که این که چه قسمی فن بیان را آغاز کردی، از کجا آغازش کردی، صنفی چند مکتب هستی، قسم سوال. زهرا جان در کنار این گپا که شما کابل رفتین تفاوت‌ها را در چی دیدی؟ مثلا در کابل چه تفاوت بود با بدخشان؟ خب کابل که هست پایتخت افغانستان است. در اونجا تلویزیون آریانا هست، تلویزیون طلوع. خب در اونجا تلویزیون ها زیاد می باشه و من خیلی خوشحال شدم که یک سفر داشتم به کابل و خصوصا در برنامه گپ نو اشتراک کردم. بسیار خوب. در اونجا خیلی البته در برنامه دیگه از مهارت‌ها و از اینا پرسان کردن. بله بله. میشه یکی از اون مهارت‌هایی که در اونجا زیادتر براتون پرسان کردن و شما در اونجا اجرا کردین برای از اینا خیلی خوشایند بود کدام مهارتتان بود؟ از همون معکوس جملات بود. معکوس جملات. اگه ایده معکوس کنیم چی میشه؟ دیگه مبرهن سه اگه معکوس کنی چی میشه؟ نهربم. بسیار خوب. زهرا جان عید به نظرت در بدخشان چگونه بود؟ خب هر کس جا و مکان خودش خیلی دوست داره و در همون جایی که زندگی میکنه میگه یگانه جایی که در افغانستان وجود داره یا در جهان وجود داره همون جایی که من زندگی میکنم همون جای است. پس عید هم یک روزی است که همه مردم خوشحال هستند، با یک لباس نو، با یک دسترخوان نو هستند و عید در بدخشان خیلی است. یک کار میکنیم زهرا جان. یعنی از این به بعد من یه ذره در مسیر را که از کابل آمدم کمی خسته شده گستم. همین گرداندگی را میگذاریم برای خودت و مبرهنس میمان خودت است و این دوستایی که دیگه هستن نام میمانای خودت هستن میتونید از اینا سوال بکنی. چی گفتی؟ خب گپ نیست. اینا مایک میگیرم برای مبرهنس تسلیم میکنم و شما مبرهنس میمانتان است. اصلا کار سخت نشد. معذرت داشتید کم را آوردین سه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد عزیزان بیننده، ما یک مهمان خیلی با شخصیت عزیز و گرانقدر با خود داریم. محترم استاد شرف الدین مبرهن هستند
و جناب استاد چه حال دارین؟ صحتتان خوب است؟ تبریک عیدتان و خوش آمدید. سلامت باشین زهرا جان نازنین، عید به شما تبریک باشه. تشکر زیاد. بسیار خوش هستیم که امروز با جمع دوستا و استادا و رفیقامون میمان خود هستیم و عید از نزدیک برای تبریک میتیم. تشکر همچنان برای شما. خب جناب استاد روز اول عید چه قسم گذشت؟ چگونه بود؟ کجاها سفر داشتیم؟ خب روز اول عید در ابتدا رفتیم نمازی در خداوند قبول بکنه خواندیم. بعد از او امروی کسایی که همسایه‌مون بودن و از همون قوم و از گذر بودن تبریکی داشتیم. باز بعد از او به دیداری بعضی دوستا رفتیم، بعضی دوستا آمدن. در مجموع دیگه در رفت آمدای فامیلی و اجتماعی نسبتاً گذشت، خوش گذشت. عید هم خوشیش در همه قسم بله. رفت آمد است. بله. خب شما چی مصروفیت ها دارید؟ خب در روزای خب مصروفیت هم یک گشت گذار عید گشتک است، دیدار دوست هاست دیگه. پیشتر از رمضان در یک از مؤسسات کار میکنم و گاهی هم یک دارالوکاله دارم که در جریان هستیم. بله. با اوجا هم یگان سر میزنم. دیگه روزای جمعه و شنبه که رخصت هستیم یگان تفریح فامیلی هم داریم. به همین شکل گذاره میکنیم. بله. عید چه قسم است بر نظر شما؟ خب عید یکی از مراسم های بسیار خوب است. ما معمولا در زندگی بسیار مصروف زندگی خودمون میباشیم. بله. اینمی که آدم بره مثلا فامیلش ببینه و قریبا رو ببینه دیگه وقتا فرصت نمیشه. عید باز اینمی یک امتیازش همیشه که آدم فرصت پیدا میکنه، بهانه پیدا میشه. بعد از اینکه دوست ببینی، رفیق ببینی، در یک وقت دیگه بخوای یک دوست ببینی در دلش دگت میگرده چرا نفر میخواد خانه ما بیاد. عید که هست که هر کس منتظر است که یک دوست، یک رفیق خانهش بیاد. بله. عید یک برنامه بسیار خوب است. امیدوار هستیم که همیشه صمیمیت وجود داشته باشه، اصل وجود داشته باشه که ما با مشکلاتی که وجود داره اونا را پشت سر گذرانده و دوستا و نزدیکا را با صمیمیت از نزدیک ببینیم و در آغوش بگیریم و محبت را ابراز بکنیم. درست. تشکر زیاد. تشکر بسیار زیاد زهرا جان. تشکر از شما. که شما میتونید در ما بدین. خب دوستای عزیز، برای شما خیلی جالب بود که ما در وسط برنامه رو زهرا جان گرداننده انتخاب کردم. بیشتر از دوستا وقت برنامه زهرا جان میدن که من نوشته میکردن که شما اینا رو ادیت میکنین، یعنی شاید چندین بار تکرارن شما مثلا پیشکی موضوع رو برای گفته باشین. باور کن میج موضوع رو برشون نگفتیم، حتی خبرم نداشتن که ما این روز ثبت برنامه داشتیم، حتی خبرم نداشتن که ما داخل خانهشون میایم. شما دیدین توانمندیشه. و دوستای عزیز در کنار ما پدر زهرا جان هستن. از خودشان میشنویم، از ویژگی های زهرا جان میشنویم که چی یک ویژگی دارن در خانه. اولا این تبریک بدین. سلام، خوب هستین کاکا جان؟ صحت شما خوب، خیرت بسیار خوش آمدین. روز عید به شما تبریک میگیم. تشکر بسیار زیاد. عید شما مبارک. میشه بگین که زهرا جان در کنار از اینکه یک سخنران خوب است، یک دکلماتور خوب است، در خانه چه قسم است؟ یعنی در کاربار خانه هم میگیره نمیگیره؟ زهرا جان واقعا میره، اون همونطور که در دکلمات و در سخنرانی خوب است، در خانه در کارهای همراه مادرش سهم میگیره. بسیار نام خدا مؤدب است. بسیار خوب. البته در قسمت جور کردن کلچا و اینی یه چه زهرا جان؟ بغلاوه. اون دیگه چی است؟ متایی. خب در اینا هم داشته جور کردنش؟ بله. خب نام خدا. و برهنسه بمیره اگه امتحان بکنین چه رقم از مزیش یه خود جور کرده اینی؟ همراه مادرم خواهرم. استاد رفی؟ ولی هر چیزی بسیار خاص بود بگیرید اگه امتحان کنین؟ بفرمایید. بسیار زیاد همون توی علاقه خوشمزه. شما بعد از برنامه جور کرده زهرا جان. این استعدادا رو تا کجا یاد میگیری؟ استاد همراه مادرم زمانی که مادرشان هم قسم چیزا رو آماده میسازه باز منم همراهش کمک میکنم یاد میگیرم. خدا. خب زهرا جان زیادتر خودت در خانه کی تشویق میکنه؟ خب پدرجان فهمیجه هستن و مادرجان زیاد تشویق میکنه پدرجان؟ هر دوش مساوی. خیلی زیاد پدرجان و مادرجان مرا تشویق میکنه و تمامی خانواده حتی اعضای فامیلی کاکامشون هم در همین یک فامیل هستیم مرا خیلی تشویق میکنه. بسیار خوب. یعنی آدم اگر یک چنین خانواده‌ای که داشته باشه واقعا در رشد و شکوفایی یک فرد بسیار زیاد نقش داره
و ما خیلی خوشحال هستیم که با خودت تعارف داریم، با خودت شناخت داریم. تو خودت یکی از غنیمت‌های بسیار خوبی بدخشان هستی. شکر زیاد، لطف در چنین نظر. یک حالت یک سن سال بسیار کوچک و یک استعداد بسیار بالا، هم دکلماتور، هم سخنران، هم کسی که یعنی یک جمله را من اگه شاید بتین بگی همین جمله را معکوس بکنم، من شاید یک ساعت سر چرت بزنم که الفش دکشو به بیش دکشو به مگم در ظرف یک ثانیه میتونید معکوس بکنم. دوستای عزیز، شما که برنامه را بیننده هستین، از این به بعد انشالله کوشش میکنیم که برنامه را با گردانندگی زهرا جان ما پیش ببریم. انشالله. ما کوشش میکنیم که در بیشتری از برنامه‌های ما دیگه زهرا جان حضور داشته باشه، از توانمندی‌هایش، از مهارت‌هایی که داره در برنامه و شما را شریک بسازه و با دیدن برنامه‌های زهرا جان شما لذت ببرین. این طبیعت بدخشانه و حتی ما کوشش میکنیم با ولایت با ولسوالی‌ها امروز زهرا جان سفر بکنیم و در برنامه زهرا جان با ما باشن. تشکر بسیار زیاد که برنامه را بیننده هستین. تا برنامه بعدی که باز در حضورتان قرار میگیریم، اگر زهرا جان شما کدام پیامی داشته باشین میتونید که با هموطنان شریک بسازین. خب من پیام ما با یک جمله از خودم به اتمام میرسانم که میگه اگر به انسان ها زندگی کنید از موفقیت باز میبرید و اگر به فکر خودتان بیاندیشید و یا زندگی کنید برعکس موفقیت را به دست میارید. با برهن سیم اگر شما کدام پیامی داشته باشین. خب ما پیام میسه که چون روز عید است حتما در طول سال گاهی آزادگی ها مابین دوستا، مابین فامیلا، مابین رفیقا پیدا میشه. ما پیام میسه که دوستا ایدمی آزادگی ها را از دلشان بیرون بکشن، با استفاده از این برنامه عید که یک برنامه خوشی است، با دیدار دوستا بروند، با دیدار رفیقا بروند، صلح بکنن، ناشته بکنن و همین گپا را برای همیشه سری پایبانه. بله دقیقاً. سلامت باشین. مبارهن سیب دوستای عزیز، برنامه ما ادامه داره دیگه. از این بعد ما مسئولیت بزرگ میگذاریم برای زهرا جان. بخیر ان شاء الله بعد از این ما برنامه‌ای داریم در ولایت در ولسوالی‌های بدخشان. زهرا جان در کنار ما هستن. تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگارتان. الله حافظ. بیا جای سر چه کجا